عدسی های محدب رو بگیم که توسط جسمی تصویر تشکیل بدن بر روی پرده، یعنی به بررسی تشکیل تصویر توسط عدسی های محدب بپردازیم. در اینجا ما آینه از صفحات عدسی محدب رو داریم و شمع رو داریم و پرده. الان من در فاصله مشخص تصویر رو تشکیل میدم که اگه شما این برم بودم اینجا مشخص میشه که اگه من جسم رو به عدسی دور یا نزدیک کنم تصویرش رو شما آنجا خواهید. الان اینجا جسم در فاصله خارج از فاصله قانونی قرار داره و تصویر رو در روی پرده میبینید. هرچی ازش دور کنیم کیفیت تصویر تغییر میکنه و تصویر واضح رو باز کردن برای پرده. اگه من یه مقدار بهش بدم شما تصویر رو کاملا تصویر رو من زوم میکنم، هرچی نزدیکتر بشه تصویرش هم واژگون است و هرچی دورتر کنیم نزدیک میشه. و اگه من این رو نزدیک ببرم باید تصویر رو پرده رو دور کنم، یعنی اینجا کاملا شما تصویر زوم شده شمع رو دارید. بارونه هست، بزرگتر از جسم است، خارج از فاصله قانونی بر روی پرده و تصویر حقیقی است.